پس از آن که نخستین دور مذاکرات امریکا و ایران در اسلام آباد بدون نتیجه پایان یافت، حالا نشانه‌هایی از بازگشت دوباره به مسیر دیپلماسی دیده می شود. در حالی که فضای تنش همچنان بر منطقه سایه انداخته، اظهارات تازه از احتمالی از سرگیری گفتگوها حکایت دارد. در همین راستا دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از احتمال آغاز دوباره مذاکرات در آینده نزدیک خبر می دهد. مذاکرات بین امریکا و ایران می تواند تا 2 روز آینده از سر گرفته شود. ممکن است تا 2 روز آینده اتفاقی بیفتد و ما بیشتر تمایل داریم به پاکستان برویم. همزمان فشارهای بین المللی برای بازگشت به دیپلماسی نیز افزایش یافته. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد بر نبود راه حل نظامی و تداوم گفتگوها تاکید می کند. هیچ راه حل نظامی برای بحران خاور میانه وجود ندارد. تنها مسیر پیشرو مذاکرات جدی، حفظ آتشبس و مشارکت مستمر طرف هاست. هر گونه توافق پایدار نیازمند اراده سیاسی و تعهد واقعی بازیگران درگیر خواهد بود. در ادامه این واکنش‌ها چین نیز موضوع تند اتخاذ کرده، در حالی که وزارت خارجه این کشور اقدام امریکا در محاصره بنادر ایران را خطرناک و غیر مسئولانه خوانده. رئیس جمهور این کشور نسبت به پیامدهای جهانی این روند هشدار داده است. جهان در آشوب قرار دارد و با رقابت میان حاکمیت قانون و حاکمیت قدرت روبروست. تقویت همکاری برای جلوگیری از لغزش جهان به سوی قانون جنگل و نیز دفاع از نظم بین المللی مبتنی بر حقوق بین الملل ضروری است. در سوی دیگر روسیه نیز بر حقوق هسته‌ای ایران تاکید کرده و نسبت به حل بحران خاورمیانه در آینده نزدیک ابراز تردید کرده است. روسیه از هر تصمیم درباره اورانیم غنی شده که رضایت ایران را در چارچوب حقوق قانونیش جلب کند استقبال خواهد کرد، چرا که غنیسازی حق مسلم ایران است. غرب می‌کوشد حتی به کشورهای آسیای میانه و قفقاز جنوبی دیکته کند که چگونه باید روابط خود را تنظیم کنند. در اروپا همچنان صداهای ضد این جنگ بلند است. مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتقاد از جنگ بر ضرورت توافق تاکید کرد. جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران از ابتدا غیر قانونی و بی محابا بود. هیچ شواهدی وجود نداشت که نشان دهد تهران تهدید هسته‌ای فوری ایجاد کرده یا دیپلماسی ناکارآمد بوده است. این جنگ نشان داده است که واشنگتن نمیتواند تهران را به تسلیم وادار کند. برای جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای، ایالات متحده باید به یک توافق با جمهوری اسلامی برسد. با وجود پایان یافتن بی‌نتیجه دور نخست مذاکرات، مقام‌های آمریکایی از جمله معاون رئیس جمهور از پیشرفت‌های در گفتگوها سخن گفتند، نشانه‌ای که امیدها بر تداوم مسیر دیپلماسی را زنده نگه می‌دارد. اکنون در حالی که میدان سیاست و دیپلماسی همزمان در حرکت است، به نظر می‌رسد کفه ترازو به تدریج به سود گفتگو سنگین‌تر می‌شود. با این همه، این پرسش همچنان بی پاسخ است. آیا این بار میز مذاکره می تواند آنچه را میدان جنگ نتوانست رقم بزند؟